درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. هم میهنانم رژیمی که از آغاز برای امتسازی آمد دشمن ملت ایران است. رهبر چنین رژیمی هم رهبر حزب الله و انصارالله و جهاد اسلامی است و قاتل ملت ایران. ما ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. وظیفه ملی و انسانی ماست که کنار هم بایستیم و از همدیگر حمایت کنیم. امروز مادران داغدار آبادان همان مادران آبان هستند. مادران ایزه و اندیمشک و فارسان و جونقان، مادران کولبران کردستان و سوختبران سیستان و بلوچستان، مادران ایران. درد آنها درد ملت ایران است. تنهاشان نمیگذاریم. خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی رژیم روز پنجشنبه 5 خرداد در مطلبی که به سرعت از سایت این خبرگزاری حذف شد نوشت که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر میشه. این خبرگزاری در گزارشی با عنوان برخی سران نظام از تغییر سیاست یارانه‌ای پشیمان هستند خاطر نشان کرد که نشر اخبار فساد گسترده بین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی موجب نارضایتی در نیروهای امنیتی و انتظامی شده و این در حالیه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در مقابل افشای فساد نزدیکان خودش همچون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه این اتهامات رو لجن پراکنی عنوان کرده و خواستار توقف تحقیقات در قبال اختلاس‌هایی چون اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک‌های ایران شده. این خیلی مهمه. اگر بتوانید یک سرود زیبای اثرگذار خوشمضمون درست کنید جوری که بچه‌ها وقتی تو کوچه راه میرن از خانه به مدرسه میرن زیر لبشون اون زمزمه کنن. در همان لحظات که نفس‌های انسان‌های بیشمار زیر آوار به شمار افتاده بود، 10 برابر بودجه و امکانات لازم برای کمک به آبادان رو صرف پر کردن استادیوم کردن تا بخونن سید علی 90هاشو فرا خوانده. ابعاد این لجبازی پرهزینه با افکار عمومی در حدیه که همین سطح بودجه بیت‌المال رو هم خرج این جهاد و شیرینکاری هاشون در رسانه ها و فضای مجازی خواهند کرد. و در همین رابطه الهام چرخنده پرستوی اختصاصی بیت خامنه‌ای در حال اشوه‌گری با سرود سلام درمانده ضحاک علی صیغه‌ای هاشو فرا خوانده. سلام درمانده سید علی وامانده. سید علی تو تنها جایی که فرمانده بودی همون منصوری بوده. تکبر همون منصوری هستی تو حتی جرأت اینو نداری بین کسانی باشی که فرمانده صدات میزنن، چه برسه این که فرماندهی یه ملتی رو بهت خطاب بدن. سید علی فرمانده میدونی کیه؟ فرمانده کسیه که بعد گذشت 50 سال ملتی کف خیابان فریادش میزنن رضا شاه روحت شاد. سید علی فرمانده میدونی کیه؟ فرمانده کسیه که بعد گذشت 50 سال ملتی پدر خطابش میکنن، ملتی که اکثرا حتی یک بار هم تجربهش نکردن. جاوید شاه. سید علی گدا فرمانده میدونی کیه؟ فرمانده کسیه که بعد گذشت 50 سال ملتی فریاد بازگشتش به ایران رو میزنن. ای شاه ایران برگرد به ایران تا کور شود هر آن کس که نتواند ببیند. پاینده ایران جاوید شاه. و این در حالیه که جیره‌خواران ذلیل حکومت باید سلام فرمانده رو در حمام منصوری براش بخونن، نه جایی که سازندش شخص دیگری است. در این 43 سال هیچی از خودشون ندارن جز میراث مکتب خمینی برای نابودی کشورمون. چقدر لجشون در اومد، چقدر واقعا اتفاق امروز به یک
یوم الله تبدیل شد به یکی از صحنه‌های افتخارآمیز نسل جدید. بله لشکرکشی کردیم، افتخار بلند میگیم لشکرکشی کردیم، لشکر مردمی. شروع این لشکر کجاست؟ شروع این لشکر تهران نبوده، حتی مرکز استان هم نبوده. حاج آقای نعیمی از شهرستان لنگرودن. پایتخت معنوی ما این بار شهرستان‌های ما. یکی از جذابیت‌های اعجاب‌آور این کار مردمی بودنشه. مردم حسش کردن، لمسش کردن، مردمی پای کار اومدن. برای این که امروز در ورزشگاه آزادی خون از دماغ بچه‌ای نیاد، مردم گوسفند نذر کردن، آمده بودند و اشک میریختن و حاجت میگرفتن. بله لشکر صاحب از زمانی که ما داشتیم، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، هویت بخش نسل دفاع مقدسمون بود. این بار برای نسل دهه 90 با همون فضا. سرکار خانم میدونید چقدر این مدت تلاش شد که دو قطبی بسازن سر کسانی که قبلا کار فرهنگی، نماهنگ و سرود انقلابی مذهبی داشتن. خدا حفظ کنه آدمای غیور این حوزه رو که حواسشون بود از هر دو طرف، هم این طرف حاج آقای نعیمی و حاج ابوذر خدا بهتون عزت و صحت بده، هم کسی مثل حاج عبدالرضا هلالی، آقای پویانفر، آقای طاهری و بقیه کسایی که امروز جمع شدن دوباره. امروز میدونید چه حسی من توی ورزشگاه آزادی داشتم؟ حس این داشتم که چقدر ظرفیت دیگه داریم. جدای از سلام فرمانده عزیزم حسین خوانده میشد، ای لشکر صاحب زمان. چقدر ظرفیت‌های مضاف. تازه میخوام بگم نتیجه این داستانی که برای اون طرف انقدر مهم بوده، از امروز به بعد یک آتش دیگه توش دمیده میشه که اتفاقش از این به بعد سیبشو بچه. حسین عبدالباقی چگونه از خوزستان خارج شد؟ به گفته یک منبع آگاه، دوشنبه شب او رو با ماشین به اهواز رسوندن و با هواپیمای کارون با اسم جعلی به تهران رفته که هواپیمای کارون متعلق به برجساز معروف پروانه زاده دوست استاندار سابقه و برای خرید اون وام 100 میلیاردی دریافت کرده. و اما نقش عبدالباقی ها در رژیم ولایت فقیه اینه که اسم افرادی مثل شمخانی و محسن رضایی و فرزندان خامنه‌ای وسط نباشه. وظیفه این قبیل انگل ها اینه که به نفع خامنه‌ای دزدی و راندخاری کنن که این در حالیه ریشه مشکلات خامنه‌ای و قانون اساسی فاسد اوست. در همین رابطه یک سوال اساسی پیش میاد که حسین عبدالباقی سازنده متروپول زنده است یا مرده؟ سالها خواهد گذشت و ما مردم از او و زنده بودنش در خارج افسانه ها خواهیم شنید و هر روز خبری خواهیم خواند و این در حالیه که هر حادثه تلخ بزرگی یک مقصر مهم نیاز داره و چه بهتر که اون مرده باشه تا بشه تمام تقصیرها رو به گردنش انداخت. و چقدر ما ساده ایم که فکر میکنیم عبدالباقی مهمترین عامل فاجعه آبادانه. خاوری رئیس کل بانک ملی کشور به خوزستان رفته بود که پرونده دست داشتنش در اختلاس‌های بزرگ لو رفت و دستور بازداشتش همانجا صادر شد. به تهران انتقال یافت و با اولین پرواز به اروپا و از آنجا به کانادا رفت. او هم مرد و تمام اختلاس‌ها به نامش تمام شد، اگرچه ظاهراً نفس میکشه. چه خوبه کسی باشه که بتوان گفت اون مرکز همه مشکلات بوده. او خودش به تنهایی هزار میلیارد خورده و برده، رفته یا مرده و ما چه ساده ایم که این داستانها رو باور میکنیم. این روزها مردم داغدار و مظلوم آبادان و خوزستان همه نفرت و خشم و فریاد خودشون رو نثار عبدالباقی میکنن. اونا حق دارن، باید کسی باشه که دیوارش قابل بالا رفتن باشه و او که یا مرده و یا مرگ رو در فرارش عملاً تجربه میکنه چه دفاعی میتونه داشته باشه؟ هیچ. و کسی نیست یادمون بیاره متروپول سقوط نکرد، هواپیما سقوط نکرد، پلاسکو، کشتی سانچی، بانک ها و بورس سقوط نکردن. این ما هستیم که در حال سقوط کردنیم به چاهی تاریک و عمیق. حتی نمیدونیم که قراره چی به سرمون بیاد. ما در دریای بی‌اعتمادی و دروغ و فساد و فقر در حال غرق شدنیم، هرچند انکارش کنیم. ما به ورطه خطرناک افتادیم. میدونیم که تباهی همه اطرافمون رو گرفته. میدونیم که در حال غرق شدنیم. نفسمون بالا نمیاد.
اما همچنان دنبال کسانی میگردیم تا عامل غرق شدنمون، عامل تباهیمون، عامل بدبختی و بداخلاقی هامون، عامل همه عقب ماندگی هامون معرفیشون کنیم. عبدالباقی به خاوری پیوست. آن دو عروسک های بیش نبودن. نگاه کنیم، هزارها عبدالباقی اطراف ماست، هزارها خاوری. آنها راههای معلق ماندن و شنا در اقیانوس فساد رو بلد بودند و ما در حال غرق شدنیم. ما به عبدالباقی و خاوری و زنجانی و جزایری و آریا و دیگران نفرین میکنیم. یادمون میره اونها مولد سیستمی بودن که فقط فاسدها میتونستن در اون زنده بمونن، نفس بکشن، شنا کنن و بالا برن و ما در حال غرق شدنیم. در افکار اشتباهمون غرق میشیم، در پیدا نکردن ریشه های مشکلاتمون غرق میشیم، در خلاصه شدن فکرمون در افراد در بیرون خودمون غرق میشیم، در عقب ماندگی هامون، تک‌بعدی بودنمون، احساساتمون و سادگیمون. من برای مردم آبادان این روزها عزادارم و بیشتر برای خودم و کشورم و تاریخ و فرهنگم که منتظرم خبری از سرنوشت عبدالباقی بشنوم، خبری از دستگیری خاوری، خبری از اعدام شدنشون و نمیدونم که خودم در حال غرق شدنم، در گمگشتگی، در بی‌برنامگی، در آوارگی، در امید واهیم به اتفاقات. این که به من بگن عبدالباقی رو گرفتیم، خاوری رو گرفتیم و من باز در میان غرق شدن خوشحال بشم، دست بزنم، هورا بکشم و دلم رو خوش کنم. اصلا من خودم با عبدالباقی و خاوری نسبت دارم، نسبتی بسیار نزدیک. من خودم عبدالباقیم، خودم خاوریم. نیستم؟ نیستی؟ از امام حسین اینه. امام حسین: ما از تبار قریش هستیم، هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر است. واضح است و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه و زنانشان را به کنیزی اعراب بفروش رساند و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گشود. گماش از بیانات امام حسین امام سوم شیعیان، سفینة البحار شیخ عباس قمی، صفحه 164. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.